سلام به همه علاقه‌مندان تاروت. میخوام امروز ازتون یه سوال بپرسم. سوال من در مورد کارت بداراویخته است، کارت هنگزمن، کارت شماره 12 تاروت کبیر. نمیدونم تا حالا بهش فکر کردین که این کارت در مورد کدوم یکی از اعضای بدن صحبت میکنه؟ یعنی شکل و شمایلش، مدلش شبیه کدوم یکی از اعضای بدن آدم هاست؟ اگه بهش فکر نکردین یا فکر کردین و جوابی پیدا نکردین، من میخوام امروز بهتون جوابش رو بگم. البته باید تا حدودی با آناتومی بدن انسان ها آشنایی داشته باشین. ولی من خودم الان براتون عکس اون عضو رو هم میذارم. کارت بداراویخته، خب اون درختی که پشتشه، اون چوب هایی که پشتش هست شبیه به علامت تی انگلیسیه، یا خیلی ها میگن مثل صلیب میمونه. و اینکه دو طرفش هم برگ سبز دارید میبینید. وقتی یه جایی برگ سبز شده یعنی توانایی زایایی، توانایی خلق. حالا شاید تا الان یه حدسایی زده باشه، اما خب این عکس رو نگاه بکنین. عکسی که من کنار کارت تاروت قرار دادم، کنار کارت بداراویخته، آناتومی سیستم تناسلی خانم ها رو نشون میده. پس قسمت هایی که برگ سبز شده نشون دهنده تخمدان هستن و تنه وسط نشون دهنده رحم، قسمت پایینی دهانه رحم و شاخه درخت که به شکل افقی قرار گرفته و چپ و راستش برگ سبز شده، اون قسمت شاخه میشه لوله فالوب. قسمتی هم که برگ سبز شده که گفتم تخمدان. و اگر نیت بارداری باشه یا نیت مربوط به مسائل مربوط به بیماری های سیستم تناسلی خانم ها باشه، این کارت معمولا برای شما ظاهر خواهد شد. و حتی خود این شخص بداراویخته، خود این شخصیتی که این وسط میبینید، میتونه نشون دهنده جنین باشه که میبینید با یه طناب هم متصل شده، یعنی بسته شده، آویزون شده به این درخت، که میتونه شما رو یاد بند ناف جنین بندازه، چون جنین از طریق بند ناف به مادرش، به جفت مادرش متصل میشه. اگر دوست داشتین خیلی دقیق تر هم از لحاظ آناتومی این عضو رو یاد بگیرین، بررسی کنین و با کارت تطبیق بدین، میتونین برید داخل گوگل و سرچ کنید. حالا که تا اینجای ویدیو با من اومدین، پس من به عنوان جایزه میخوام یه نکته دیگر رو هم اضافه بکنم. شما اگر به قسمت سر این شخص توجه بکنین، میبینین که موهاش یه حالت بلوند داره. درسته به خاطر اون انشاب نوری هستش که دور سرش قرار داره، اما توی نیت‌های زیبایی میتونه به معنی رنگ کردن مو باشه، کارهای زیبایی مو. و اینکه شما اگر به کفشش هم نگاه بکنین، کفشایی هستش که بالرین ها استفاده میکنن، یا حتی شلوارش، لباسش در واقع میتونه نشون دهنده یک رقصنده، یک بالرین هم باشه، یک هنرمند. امیدوارم که این نکات براتون مفید بوده باشه، لذت برده باشین و وقتشه که نگاهی فراتر از نکات کلیشه قدیمی به کارتای تاروت داشته باشین. و من سعی میکنم که هر بار بیام یک نکته ای رو برای آپدیت شدن اطلاعات دوستانی که علاقه‌مند هستن و بهش نیاز دارن اینجا بگم.